سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب امروز میخوام در مورد وکیوم براتون توضیح بدم. بچه ها این قطعه رو که دارین میبینین این بهش میگم وکیوم. وکیوم چیه؟ وکیوم یعنی به اصطلاح فارسیش بخوایم حساب کنیم یعنی مکنده، یعنی که یه چیزی رو حالت مک میزنه، حالتی که مثلا هواشو میگیره. خب بچه ها این الان مارکش که میبینید، خب مارک والو هستش، که تو بازارم هست، انواع وکیوم تو بازارم هست، هر مدلی که بخواین وجود داره. ولی خب برای کار شما، برای تعمیرات، برای وکیوم کردن و گازگیری و اینا، اگه سعی کنید بیشتر از این مدل ها داشته باشین بیشتر به درتون میخوره. مارک والو هستش، بعد قدرت بالایی هم داره. خب بچه ها این یه جمله خیلی مهم، یعنی اینو همیشه از من به خاطر داشته باشید. بچه ها یکی از اصلی ترین کارهای شما توی فن کولر دو تیکه و پنجره ای وکیوم کردنه. یعنی بچه ها وقتی میخواین گازگیری کنید سعی کنید اون کولر رو خوب وکیوم کنید، یعنی بذارید حداقل تا 20 دقیقه الا نیم ساعت وکیوم بشه. چرا؟ چون که بچه ها سرمادهی کولر خیلی میره بالا، یعنی رو روند سرمادهیش خیلی تاثیر داره. بعد اینم خب یه روغنی داره، هر چند وقت یه باری میتونین بازش کنید، مثلا بهش روغن اضاف کنید اگه روغنش کم بشه، یا مثلا قابل سرویس هست، قابل تمیز کردن هست که یه وقتی مشکل در کارایش ایجاد نشه. خب این وکیومه. حالا تا بعدا هم بیشتر در موردش براتون توضیح میدم. فقط خواستم که باهاش آشنایی داشته باشید که بدونید کارایش چیه، به چه دردی میخوره، تا بعدا هم که بیشتر براتون مسئله رو بازتر کنم.